میخوایم در مورد فرایند تولید کتاب صحبت کنیم، از ابتدایی ترین مرحله تا نهایتاً که کتاب به دست توی مخاطب میرسه. من رضا هوشمند، مدیر انتشارات مشق شب، بخش‌های مختلفی از کار رو میخوایم با هم دیگه مرور کنیم. ابتدایی ترین مرحله اون زمانیه که تولید اندیشه میشه. تو میری فکر میکنی که من در مورد این کتاب بنویسم، یا اینکه کتابی به تو ارجاع داده میشه، مثلا کتابی با زبان لاتین که علاقه‌مندی با توجه به محتواش و تو میای ترجمهش میکنی. پس هر دو تا فرآیند، چه تولید فکر باشه، تألیف، و چه ترجمه، هر دو تا ابتدا باید روی کاغذ بیاد. اصطلاح رو کاغذ اومدن برای دوره جوانی منه. اون زمان فیش برداری میشد، منابع و مآخذی بود، محتواها جمع آوری میشد و روی کاغذ میومد. الان عملا اصطلاح رو کاغذ اومدن یعنی اینکه تو گوشی موبایلت، لپتاپت یا اینکه کامپیوترت تو از همون ابتدا فیش برداری و تحقیق رو توی کامپیوتر معمولا انجام میدی. پس مرحله حروف چینی که قدیم ما بهش اشاره میکردیم که بعد از تولید فکر باید حروف چینی میشد، حذف میشه، چون حروف چینی رو داری انجام میدی. نکته که اینجا باید به نظرم خیلی موقعشه که رعایت کنی، چه با گوشیت داری مطلب رو تایپ میکنی، چه با لپتاپ یا کامپیوترت، این فاصله ها رو رعایت کنی. آداب نگارشی رو تا اونجایی که میشه رعایت کنیم. و نکته بسیار زیاد ظریفی که باید در نظر بگیریم، ساده نویسیه، خلاصه نویسیه و جملات تا اونجایی که امکانش وجود داره کوتاه‌تر باشه و بازخوانی و بازخوانی. پس تولید فکر شد، داخل یک فایلی به نام فایل ورد جمع آوری میشه. معمولا فونتی که ما انتخاب میکنیم برای انتقال دادن به ناشر، یعنی از نویسنده به ناشر میاد، به میترا انتخاب میکنیم، نیم فاصله ها رو میگیریم، سر و شکلش رو مرتب میکنیم تا اونجایی که امکان داره به جهت محتوایی محتوا رو سعی میکنیم مفهوم رو برسونه و در عین حال همراه هستیم با ناشر که یه جاهایی ممکنه که مشکل مفهومی داشته باشه، با ویراستار همراه هستیم. پس دوباره برمیگردیم، تولید فکر منبع اصلی کتاب، مثلا اگر ترجمه از ترجمه رو انجام میدیم، فایل میاد داخل یک فایل ورد. بعضی وقتا ملزوماتی داره، ممکنه که محتوایی که داریم تهیه میکنیم گراف داشته باشه، نمودار داشته باشه، عکس داشته باشه. اینجا موقعیه که باید توجه داشته باشیم محتوا رو که داریم جمع آوری میکنیم گراف ها و عکس ها رو داخل ورد نیاریم، یا اگر میاریم به عنوان سامپل بیاریم، یعنی بیاد که جای عکس مشخص بشه، جای جدول مشخص بشه، ولی اصل این رو که از منبع تهیه کردیم، اسکن کردیم یا به هر طریق دریافت کردیم، اصل رو با بهترین کیفیت داشته باشیم. مثلا عکس ها رو با پسبند تیف داشته باشیم که بعد میخواد صفحه بند انجام بده مشکل کیفیت عکس رو نداشته باشیم. پس ما متن وردی رو داریم، گراف ها، جداول، عکس ها و هر ملزوماتی که اون فایل ما داره رو کنارش داریم. بخشی که به اثر من اعتبار میده منابع و مآخذه. من حتما در این محتوایی که تهیه کردم از منابع و مآخذی استفاده کردم، اشاره به منبع، نام شریف اون کسی که ازش برداشت داشتم و حتی سال انتشارات و ناشری که اون کتاب رو، حالا اون جزوه رو، اون پژوهش رو، اون مقاله رو منتشر کرده، که شخصی که میخواد کتاب من رو مطالعه کنه ارجاع به منبع رو هیچ وقت گم نکنه و این تسلسلی که قیمت میده به اثر من، یعنی اثر من خونده میشه، هر جایی نیاز به ارجاع داره میره سراغ ارجاع، دور میزنه باز به منبع من میرسه. اگر این ارجاع گم بشه به اعتبار سخن من هم لطمه وارد میشه. اینجا اثر در اختیار ناشر قرار میگیره. انتشارات مشق شب اثر رو از تو دریافت میکنه که چه اتفاقی بیفته. ابتدا به جهت بازار سنجشی داشته باشید، بازار رو میسنجی، محتوای تو سنجیده میشه، زمان، مکان و همه موارد انشا میشه در یه هیئتی که شامل افرادی هستند که بازار رو میشناسن، شامل افرادی هستند که کاغذ رو میشناسن، چاپ رو میشناسن، نشر رو میشناسن. همه این افراد با هم جمع میشن، ضرورتا انتهای کار میگن که این اثر قابلیت این رو داره توسط انتشارات مشق شب چاپ بشه یا نشه. اگر که بنابر تایید بود، انواع قرارداد پیشنهاد داده میشه، بعد از این انعقاد قرارداد میشه و تفاهم نامه امضا میشه. از اینجا به بعد اثر در اختیار انتشاراته. اولین بخشی که در
انتشارات انجام شد، اون سنجش بازار بود. اولین بخش حرفه‌ای و کاری، بخشیه که ویرایش انجام میدیم ما.